بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. باز خوش آمدید در دیدارمون با مرور تاریخ نیاکان خودمون برای شناخت فرهنگ خودمون، برای آشنایی با شناسنامه دین و آیین خودمون. امروز میخوایم بریم به یک جایی که شاید خیلی از شما عزیزان گمان نمی کنید که اونجا مرکز علم بود و از اونجا نامه‌های بسیار بزرگی رو ما در تاریخ خودمون داریم. اونجایی که الان شاید کمتر نسبتی از اهل سنت در اونجا وجود داشته باشه، اون منطقه کلن منطقه دین مبین اسلام و اهل سنت بودن. در اون منطقه شمال ایران، منطقه مازندران که اون زمان دریاچه خزر رو بهش میگفتن دریای تبریه و اون منطقه مازندران امروزی رو میگفتن تبرستان. در منطقه تبرستان قدیم یا مازندران کنونی شهری هست به نام شهر آمل و از فرزندان این شهر که شاید بسیاری از عزیزان آمولی ما هم نمیدونند که یکی از بزرگترین و شاید گفت بزرگترین مفسر تاریخ اسلام از این شهر هستند. حضرت امام محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب، مشهور به الامام ابو جعفر طبری. امام ابو جعفر طبری از سده نیمه دوم سده سوم هجری و نیمه اول سده چهارم و از سده دهم میلادی هستند، از قرن دهم میلادی، و امام بزرگ و از شاخصترین نامه‌های علمای اسلام و از ائمه اهل سنت و جماعت هستند. ایشون به عنوان مورخ، به عنوان مفسر، به عنوان فقیه شناخته شده هستند و بچه آمل هستند. در شهر آمل به دنیا اومدند و در آغوش پدر در همین شهر رشد کردند. پدرشون از همون ابتدای کودکی اون نبوغ و هوش و ذهانت ایشون رو احساس کردند. جالب اینجاست که پدر امام طبری در خواب دیدند که فرزندشون در نزدشون یه ظرفی چیزی دارند، تو اون سنگ‌هایی است و در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشستن و یک سنگ رو اون طرف میپرونن. بعد از یکی از علمای اون زمان تعبیر خوابشون رو پرسیدن، گفتند که فرزند شما یک عالم و دعوتگر بزرگی خواهد شد و از دین اسلام دفاع خواهد کرد. اونهایی که میان بر علیه اسلام و دین مبین اسلام میان سنگ پرونی میکنند یا میان به اصطلاح شبهات میپرونند، امام مسلم با سنگ با دلیل و برهان قوی اونها رو میزنه و از اسلام دور میکنه. و بعدن که فرزند رشد میکرد همیشه پدر این خواب رو یادآور میشد به فرزندش که و ایشون رو تشویق میکرد که پسرم شما برای یک به اصطلاح وظیفه بزرگ و یک کار بزرگ خداوند متعال شما رو خلق کرده، پس مواظب باش، خودت رو در همون مسیری که براش آفریده شدی در اون مسیر حرکت کن و خودت رو بساز. و این همیشه باعث میشد که این پسر باهوش و زیرک تشویق بشه. در همون ابتدای کار حضرت امام ابو جعفر طبری قرآن کریم رو در خردسالی حفظ کردند و پدر هم در حقیشون کوتاهی نکردن. پدرشون وضع اقتصادی خوبی داشتن، تمام مال و ثروتش رو وقف کرده بودن در ساختن این فرزند که به حقا امروز باید امام طبری افتخار کنه به همچنین پدری و همچنین پدر باید افتخار بکنه به اینی که خداوند متعال چون این فرزندی رو به ایشون دادن که مایه فخر نه تنها خود پدر بلکه مایه فخر ایران زمین و سرزمین فارس، بلکه مایه فخر جهان اسلام شدند.
یک ستاره درخشان در آسمان رادمردی و علم و اندیشمندی جهان اسلام. این کودک خردسال در 7 سالگی قرآن را حفظ کردند. در 8 سالگی در نماز تراویح در رمضان این قرآن رو خوندند، امامت دادند بعد از اون، و در 9 سالگی شروع کردند به تعلیم احادیث رسول اکرم و صلی الله علیه و سلم و نگاشتن و برای یادآوری خودشون. امام طبری یک حافظه و نبوغ خاصی داشتن. هیچ چیزی نمیشنیدن مگر اینی که اون رو حفظ میکردن و جمع‌آوری میکردن، و البته انسانی بسیار وارسته، بسیار پرهیزکار، بسیار ورع بودند که حتی هر چیز رو هم نمیخوردن، تنها میخواستند که خورد و خوراکش حلال مطلق باشه. چطور؟ فقط می اومدن از محصولاتی که از زمینهایی که از پدر به ارث برده بودن، تنها اون محصولاتی که از زمینهای خودشون می اومد، تنها از این محصولات استفاده می کردن و می خوردن و در اخلاق نمونه بودن. در مناظره با کسی جر و بحث نمی کردن، وقتشون رو ضایع نمی کردن. در همین مدت مذهب ظاهری که یک مذهب شدید و لحن هست و برداشت ظاهری از متون اسلامی رو مدیریت میکنه، سران بسیار نامدارشون مثل امام داود ابن علی ظاهری در این مرحله نامشون مطرح شد و با امام طبری بسیار مناظرات داشتن. امام طبری آرام بیشون جواب میدادن. برخی وقتا میشد که جوانایی که ظاهری مسلک بودن تحمل و تاب برداشت این کوه علم رو نداشتن، می اومدن بد و بیرا می گفتن، به ایشون حمله می کردند و از شأن ایشون می کاستند، اما ایشون هرگز به اونها بد نمی گفت و آرام آرام مسائل رو مطرح می کرد. بسیار متواضع بودند، بسیار گذشت داشتند در مسائل علمی. کسایی که بهشون پرخاش می کردند با به هر حال دیگه فرق عالم و نوشه های علم در همینه که واقعا مثال زیبایی هست، مثال درخت سیب. وقتی که رو درخت سیب 2 3 تا 4 تا سیب باشه، وقتی بادی میاد این درخت شروع میکنه به رقصیدن. این مثال اون دانش آموزی هست یا دانش پژوهی هست که چند تا آیه از قرآن کریم رو حفظ کرده، چند تا احادیث رو حفظ کرده، چند تا از متون دینی رو حفظ کرده و فکر میکنه کل دین و مفاهیم دینی همین هست. هر موردی میشه دیگه شروع میکنه به داد و فریاد و صدا رو بلند کردن و جر و بحث کردن. و مثال یک عالم و اندیشمندی چون امام طبری مثال همین درخت سیب هست که بسیار پربار هست، سنگین هست از اون بار خودش. وقتی که باد میاد هرگز بادی نمیتونه اون رو بلرزه. ایشون از جمله اون بیدهایی بودن که با هر بادی نمی لرزیدن. و اما این به این معنا نیست که در مقابل حق سکوت کنه، برعکس ایشون بسیار دلیر و شجاع بودند، هرگز در مقابل باطل سکوت نمی کردند و حق رو بیان می کردند. شجاعت قلب و در رد بر اهل بدعت ها و خاصتا که به اصطلاح در این مرحله و در به خصوص در سرزمین فارس ما در گوشه و کنار بعضی از موذیان رو داشتیم که بر علیه اسلام فعالیت هایی می کردند که امام طبری در مقابل این شبهه هایی که اینا پراکنده می کردند و دروغ هایی که سبز می کردند یا بدعت هایی که می خواستند در جامعه رشد بدن با شدت برخورد می کرد و اونها رو به اصطلاح از سر راه مؤمنان بر می داشت. از جمله شاگردان امام طبری افرادی مثل احمد ابن کامل قاضی، محمد ابن عبدالله شافعی، مخلد ابن جعفر و احمد ابن عبدالله الحسین الجبنی الکبایی و غیره رو میشه نام برد. مهمترین چیزی که ما از امام طبری به یادگار بردیم برخی از مؤلفاتش هست که الحمدلله
مهمترین اونها رو ما در کتابخانه هامون داریم. مهمترین کتاب ایشون تفسیر طبری هست که به نام جامع البیان عن تأویل آیه القرآن شناخته میشه و مشهور هست به تفسیر طبری که یکی از مهمترین تفاسیر قرآن کریم هست و تا امروز و تا روز قیامت مورد عنایت اهل علم هست و ازشون استفاده میکنن. از جمله کتاب‌های ایشون که مشهور است کتاب تاریخ طبری هست که به نام تاریخ الامم و الملوک شناخته میشه و مشهور هست به تاریخ امام طبری. تاریخ امام طبری اون روایت‌های تاریخی رو جمع کرده و دلیل بر خودشون هم ذکر کردن که آنچه که در کتابش اومده دلیل بر این نیست که همش صداقت داره. میدان علم و اندیشه است، میدان بررسی روایت‌های تاریخی هست و ایشون این فضا رو برای اهل علم ایجاد کردن که بتونن روایت‌هایی که ایشون نقل کردن رو بیان مورد قضایای صحت و سقم اونها رو بررسی کنن، اون چیزی که درسته رو بگیرن و اون چیزی که نادرست است یا در درجه صحت شکی هست اون رو بذارن کنار. و از جمله کتاب‌های ایشون التبصیر فی معالم الدین هست، کتاب آداب النفس الجیده و الاخلاق النفیسه هست. ایشون بسیار انسان روحانی بودند، بسیار خلوقی بودند و برخی از تصرفات جوانهای تازه به دوران رسیده ایشون رو اذیت میکرد که برای تأدیب این جوانها و برای آموختن این نسل جدیدی که به بار می اومد کتابهایی در این باب نوشتن. در باب آداب کتاب آداب النفوس ایشون از همین جمله کتاب هاست. کتاب اختلاف علماء الامصار فی احکام شرائع الاسلام هم از جمله کتاب‌های ایشون هست که سعی کردند به اهل علم بفهمونند که در برخی از مسائل علمی گنجایش خلاف هست، چون که برداشت‌های مختلفی میشه از متون اسلامی و از داده‌های دین داشته باشیم. کتاب صریح السنه هست که در اون مذهب و عقیده خودشون رو بیان میکنن. کتاب الفصل بین القراءات، قرائت‌های مختلف قرآن کریم هست. کتاب آداب القضات هست، برنامه‌ای که باید قاضیان اون رو معنیشی که باید در انتخاب کنند و برنامه‌ای که باید بهش عمل کنند. کتاب آداب المناسک و تهذیب الاوصار و کتاب فضائل ابی بکر و عمر از جمله کتاب‌های ایشون است که ایشون یک کتاب خاصی رو در وصف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یار غار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پدر خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خلیفه دوم مسلمان ها نوشتند و فضایل این بزرگواران رو مطرح کردند. امام نووی صاحب شرح مسلم و صاحب ریاض الصالحین در وصف در امام طبری میفرمایند اجمعت الامه علی انه لم یصنف مثل الطبری. امت بر این اتفاق داره که کتابی مثل کتاب تفسیر طبری نگاشته نشده. یعنی این همه کتاب حائز اهمیتی هست و یاقوت حموی میفرمایند که ابو جعفر طبری محدث هست، فقیه هست، قارئ هست، مقرئ قرآن هست، مؤرخ هست و عالم مشهور و معروفی هست. امام خطیب بغدادی در وصف ایشون میگن یکی از علمایی هست که روی قولش میشه حساب کرد و در معرفت و فضل باید به قول ایشون مراجعه کرد و رأی ایشون رو گرفت. و کان قد جمع من العلوم ما لم یشارکه فی احد من اهل عصره. از علم و اندیشه‌ای که ایشون جمع آوری کرده کسی رو در زمانش ما سراغ نداریم که مثل ایشون زحمت کشیده باشه و حافظ کتاب الله بود و عارف به قرائات و بصیراً به معانی قرآن و فقه احکام قرآن و عالم به حدیث و صحیح حدیث و نادرستایی که در حدیث اومده، ناسخ و منسوخ و غیره. امام
ابن خلقان هم در وصف ایشون آوردند که ایشون صادق و حافظ و کان رأسا فی التفسیر، ایشون در علم تفسیر سره و امام در فقه و در اجماع و اختلاف و علامه است در تاریخ و ایام الناس، تاریخ به اسلام مردم. و ابن عسیر هم از ایشون به عنوان یکی از علمای مجتهد و به اصطلاح رأس علم در تفسیر و تاریخ یاد میکنند. امام ذهبی ایشون رو امام جلیل و مفسر نام میذارند. امام ابن خزیمه میگن که من در روی زمین کسی رو سراغ ندارم که مثل محمد ابن جریر باشه. امام ابن تیمیه حرانی میفرمایند و اما التفاسیر التي بین ایدی الناس فاصحها تفسیر محمد ابن جریر الطبری، از میان تفسیرهایی که مردم دارن ازش استفاده میکنند و قرآن رو ازش یاد میگیرن، صحیح ترین تفسیر و درست ترینش کتاب تفسیر طبری هست. و ایشون فرمودند که چرا؟ فرمودند که ویژگی های این تفسیر اینه که به اصطلاح رأی سلف صالح امت یعنی صحابه و تابعین و گذشتگان رو ذکر میکنه با سند درست، که و این کتاب یه ویژگی دیگه داره که توش هیچ بدعتی نیست و از هر انسانی که متهم هست به بدعت و خرافه‌گری و خرافه پرستی و نمیدونم تشیع و نمیدونم افکار افراطی و منحرف، در این کتاب هیچ رأی رو نآورده. امام سیوطی در وصف ایشون میفرمایند که امام ابو جعفر سر کرده مدرسه تفسیر هست. میگه رأس المفسرین علی الاطلاق، بزرگترین مفسرین بدون استثناء امام طبری هست. این رأی امام سیوطی هست و میفرمایند که ایشون یکی از امامان هستند که در علم و دانشی که داشتن نمونهش رو در زمان خودش نمیشه یافت. امام طبری به حق انسان زاهد و پرهیزگار و اهل علم و عملی بود و ایشون در بعد از نماز مغرب روز یکشنبه 26 ماه شوال 310 که مصادف بود با سال 923 میلادی چشم از جهان فرو بستند. در سن 85 سالگی عمری با برکت داشتند و قبولیت خاصی رو در میان مردم به دست آورده بودند که در نماز جنازه ایشون ابن عساکر و خطیب بغدادی آوردند که مردمی که در جنازه امام طبری شرکت کردن نمیشه گفت چقدر بودن. این بسیار افراد بسیار جمعیت بسیار بزرگی در جنازه ایشون شرکت کردند. خیلیا خبر وفات ایشون رو بعدها که میشنیدن می اومدن سر قبر ایشون نماز جنازه غائبانه میخوندند یا نماز جنازه رو میخوندند، دعا میکردند تا 1 ماه شب و روز میگن که برای ایشون دعا میشد و نماز میشد. اینقدر محبوبیتی ایشون در میان مردم داشتن تا جایی که مثلا ابو سعید اعرابی در قصیده‌ای در رسای امام طبری میگن که قام ناعی العلوم اجمع لما قام ناعی محمد ابن جریری، اون وقتی که صدا برآوردن که محمد ابن جریر درگذشت، در واقع این صدایی بود که آقا علم، تمام علم درگذشته. اینقدر ایشون مثلا جایگاه مهمی رو در علم و دانش به خودشون اختصاص داده بودند که ایشون در بغداد وفات کردند و قبرشون هم امروزه در یکی از باغ‌های خیابان اعظمیه بغداد هستش. و حتی اهل فن هم اهتمام خاصی بعدها بیشون دادند که مثلا
در مصر یک به اصطلاحی که از هیئت اتحادیه رادیو تلویزیون مصر یک سریال تلویزیونی رو درست کردند از امام طبری و از زندگی ایشون. زندگی بسیار پربرکتی داشتند، زندگی پر از جهاد و تلاش و علم و دانش و اندیشه و در راه علم سختی‌هایی را تحمل کردند، مورد هجوم بسیاری از انسان‌های تازه به دوران رسیده قرار گرفتند که به ایشون اتهاماتی زدند، حتی بعضی حسودان به خاطر این علم و دانشی که ایشون داشت و یکی از جایگاهی که در بین اهل سنت و مسلمان ها برخوردار بود میخواستند این جایگاه رو خدشه‌دار کنند، حتی به ایشون تهمت‌های تشیع زدند، تهمتی که به هیچ عنوان به کسی که مصنف کتاب زندگی نامه ابوبکر عمر باشه نمیخوره. کسی که مفسر قرآن باشه چطور یک که اهل قرآن رو میشه به اصطلاح به اهل بدعت و به اهل خرافات تشبیه کرد؟ در حال حسودان در هر زمانی زیادند و بودند و هستند و خواهند بود ولی آسمون هست و اون ابرهایی که میرند و مثلا پارس سگان ولگرد و از مسیر اونها هیچ و از اهمیت اونها هیچ نمیتونن کم کنن. امام ابن جریر طبری این شخصیت وارسته متعلق بود به شهر آمل، به مازندران خودمون و ای کاش فرزندان مازندران و فرزندان آمل و همه فرزندان سرزمین فارس زندگی نامه ایشون رو بخونن، کتاباشون رو بخونن، با این میراث بزرگ این پدر این ملت آشنا باشن تا ویژگی های خودشون رو بشناسن، تا خودشون رو بشناسن، تا فرهنگ خودشون رو بشناسن، تا شناسنامه واقعی خودشون رو بشناسن و بدونن که دینشون رو از کی باید بگیرن. از امامان وارسته‌ای چون امام طبری که اجمع الامه، همونطور که گفتیم که امامان روزگار گفتن که تمام امت بر وارستگی و ورع و علم ایشون اتفاق دارن، دینمون رو از ایشون بگیریم یا دینمون رو از برخی مذهب فروشانی که اینجا اونجا و روزخونایی که اینجا اونجا جار میزنن و میگن که آقا کتاب خدا قابل فهم نیست و نمیدونم شما باید در حاجت هاتون برید پیش فلان قبر و فلان امامزاده. دینمون رو از اینا باید بگیریم. مایی که امامانی چون امام طبری داریم، بچه های خراسان، بچه های مازندران، بچه های کرمان، ما و تمام سرزمین فارس، ما الان منتقل میشیم از شهر به شهر و سعی میکنیم از گوشه کنار این سرزمین پربرکتمون که گهواره میلیون ها و هزارها عالم برجسته از در طول تاریخ، ما بیاییم با این نیاکان خودمون آشنا باشیم و از این علما و اندیشمندامون کتاباشون رو زنده کنیم، میراثشون رو زنده کنیم و دینمون رو از نیاکان وارسته خودمون یاد بگیریم تا نشیم به اصطلاح گول هر انسان هرزه‌ای یا هر بوقی نتونه مسیر ما رو مشخص کنه، نتونه فرهنگ ما رو به ما املا کنه، نتونه به اصطلاح دین من در آوردی رو به خورد ما بده. مایی که قرآن داریم و مایی که مفسرین پدر مفسری داریم مثل امام طبری و مثل امام واحدی و محدثینی داریم که کلام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به طور ثابت و دقیق برای ما رسوندن، مثل امام بخاری، مثل امام مسلم، مثل امام ابن خزیمه و غیره و غیره و امام ابو داوود سجستانی و امام نسائی و امام ترمذی که همه اینها پدرای خود ما هستند. بیاییم دینمون رو از اصلشون، از قرآن و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم و برگردیم به هویت خودمون.